جایگاه در میانه صندوق سینه شما درد میکند و خیلی خوب آن را احساس میکنید. شما فرق میکنید که خانه شما چنین کوچک است که شما را به خود جای کرده نمیتواند. شما به کوچه دوان میشوید. کوچه ها هم به شما تنگ خواهند بود، چه طوره که جسم یا اینکه بدنمان به دل تنگ. نه بحری کبود نه آسمانی صاف شما را روح بلند کرده نمیتواند. وزن خود را برداشته نمیتوانستگی بر این بزرگ و از طرف دیگر مثل ناپدید شدن خرد میگردد. بسیار نفران میخواهند به شما چیز بگویند به مثل مهم سلامتی، زندگی کردن خوب است، فکر نکن همه چیز فراموش میشود. شما اینها را نمیشنوید. اشک چشمان برای دیدن اطراف شما را خلل میرساند. شما از او آنقدر نفرت میکنید که دعا میکنید تا بمیرد و از کسی دیگر نشود و بعد زمان کوتاه چنین دوست می‌دارید که دعا میکنید تا در دست وی جان به حق بسپارید. هر زمان میخواهید از آن سخن میگویید. دعوای مردن را یافتند یا اینکه فردا روز قیامت است بگویند هم شما سرتان را بالا کرده چی گفتید گفته نمیپرسید. تنها بودن میخواهید، در بین آدمان ناپدید شدن، ولی هر دو کافی نیست. درباره گذشته فکر میکنید، قریب که دقیقه اما گذشته های بد را یک طرف پرداخته. از جایهایی که با او رفته بودید گذر کردن میخواهید، به منزل های رفتن. به شما هیچ فایده نمی آورد اما شما این را دانسته اجرا میکنید. اگر کسی به شما گوید که درد شما را از درونتان گرفته میپرتایم، شما میگریزید. اساساً در حالی که میخواهید از این درد رها یابید، برای با آن درد زندگی کردن مقابلیت نشان میدهید. دوام حیات خود را میخواهید در فکر او صرف کنید. از نفرانی که ضدش را ادعا میکنند نفرت میکنید. همه را به او مانند میکنید. هیچ کس را به جای او گذاشته نمیتوانید. همه این سرودها طور صدا میدهند فکر میکنید که برای شما نوشته شدند. خواب رفتن دشوار، از خواب خیستن خیلی آسان. صبح انتظار میشوید، بعضا کاش که آفتاب نبراید میگوید. نه شب شما را تسلی خواهد داد نه روز. مردن میخواهید و مردن نمیتوانید. خواب ها میبینید میخواهید که حقیقی باشد. هر گاهی که بیدار میشوید میفهمید که نام او را میگویید. انتظار میشوید تا تلفن زنگ زند، با وجود آن که میدانید زنگ نمیزند. هر زمانی که تلفن زنگ میزند قلبتون مدت شخ میگردد، جانتون درد میکند. قسم میخورید که دیگر دوست نمیدارید. چیزی نمیخواهید در این حیات بکنید. برای بار دیگر شنویدن آواز او خود را به چپ و راست میزنید. شما نفرت میکنید که ارزش روزهایی را که او تکرارن زنگ میزد ندانسته اید. میخواهید از شهری که زندگی دارید رها شوید، به آن جای بیروید که با او یگان خاطره نباشد، اما یک امید، شاید یگان زمان در کجای با او روبرو شدن. این امید شما را از رفتن باز می‌دارد و شما چون این زندگانی میکنید اگر آن را زندگی مینامند.